سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود 4 مهرکست با یه وقفه خیلی خیلی طولانی و فرصت نشده بود که این مدت بخوام در خدمتون باشم و با هم دیگه پادکست مهرکست رو ادامه بدیم. یه خورده حالا درگیر پروژه های دیگه بودم و گفتم که حیفه، بالاخره این بستر یه فرصتی بود که با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم پیرامون تاپیک های مختلفی که دلم میخواد باهاتون به اشتراک بذارم و گفتم که حالا مجدداً شروعش بکنیم، از همون جایی که متوقف شده بود ادامهش بدیم و پیش بریم و امیدوارم که این دفعه قطع نشه. یه خورده من مشغله کاریم توی این بره از زندگی خیلی زیاده و اتفاقاتی که حالا میفته اجازه نمیده که منظم بعضی از پروژه ها رو پیش ببرم. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، ولی از اونجایی که یه چیزی وقتی تارگتم باشه و هدفم باشه دوست دارم که حالا دیر یا زود هر جوری شده اون کار رو دوباره انجامش بدم و ادامهش بدم. میرم سمتش و دیگه دیدم الان فرصت خیلی خوبی هست که بخوایم با هم دیگه یه گپ و گفتی داشته باشیم پیرامون مسائل مختلف و البته این بار به شکل تصویری. حالا قبل از این مرکز رو ما فقط صوتی داشتیم با هم دیگه پیش می بردیم، ولی از اینجا به بعد گفتم که تصویری باشه. حالا توی یوتیوب بستر اصلی انتشارش هست، فرصت خوبیه که حالا یه خورده‌ای شکل محتوا به این شکل پیش بره و البته صوتی هم سعی می‌کنیم که توی حالا کست باکس و جاهای دیگه قرارش بدیم که بتونید ازش استفاده بکنید. به هر جهت خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتونم و بهتره که دیگه پرحرفی نکنم و اگر موافقید بریم که با همین اپیزود رو شروع بکنیم. خب، محوریت این اپیزود رو می‌خوایم پیرامون این بذاریم که یک استراتژی بسیار جذاب رو توی حالا هم بحث کار و هم بحث پژوهش با هم دیگه بررسیش بکنیم، ببینیم که اگر خواسته باشید شما از این استراتژی توی کارهاتون استفاده بکنید برای متخصص شدن، چه مسیر رو میتونید پیش بگیرید و طی کنید و برید جلو. و استراتژی هستش که خیلی از کمپانی ها و خیلی از پژوهشگرهای در حقیقت بزرگ دنیا دارن ازش استفاده میکنن و من حالا داشتم یه اشتراک هاروارد بیزنس ریویو گرفتم و داشتم مطالعه می‌کردم یه سری مقالاتش رو. در حقیقت ایدهش از اونجا اومد، یعنی این استراتژی رو اونجا باهاش مواجه شدم و مثال‌هایی هم که میارم حالا مثال‌های بیزنسیش البته اشاره به اون داره، ولی توی پژوهش هم حالا بهتون یه مثال فوق‌العاده جذابش رو نشون میدم که چطوری میتونه سبب بشه شما یک حالا پورتفولیوی پژوهشی فوق‌العاده غنی رو با این استراتژی بسازید و از خودتون یه برند پژوهشی بسازید. خیلی از شما خب به عنوان ریسرچر شاید دوست داشته باشید که کار بکنید و ابهامات زیادی توی مسیر پیش روتون قرار داره، اینکه چطوری مسیرتون رو ادامه بدید، چطوری تو چه پروژه ها و چه پژوهش هایی کار بکنید و بعد از یه مدت به چه سمتی حرکت بکنید. اینها احتمالاً ذهنتون رو درگیر خودش کرده، علایق زیادی دارید و طبیعتاً اگر که بخواید چشم بسته و بدون هدف پیش برید میتونه عمر پژوهشیتون رو سبب بشه که هدر بره و اینجا این استراتژی میتونه واقعاً به شما خیلی خیلی کمک بکنه. و لازم به ذکری که خود من هم از این استراتژی داشتم استفاده میکردم در طی حالا 6 7 سال گذشته، ولی ناخواسته بوده، یعنی نمیدونستم که این در حقیقت یه استراتژی هستش که توی کسب و کار و تجارت هم دارن ازش استفاده میکنن. به نظرم خیلی جالب اومد و گفتم که حالا این رو باهاتون به اشتراک بذارم و امیدوارم که براتون مفید باشه. خب این استراتژی حالا چیه؟ این استراتژی اینطوریه که شما یه هسته‌ای رو میکارید که اون میشه محوریت اصلی کارتون، میشه پروداکت اصلی کارتون و میاد به واسطه انشعاباتی که پیرامون اون هسته‌ای که کاشتید ایجاد میکنید سبب میشید که ارزش افزوده بسیار جذابی خلق بشه و سود بسیار زیادی رو از همین انشعابات شما به دست بیاری. یعنی یه دونه حالا من بیزنسی مثالشو میگم بعد پژوهشی. مثلا شما یه محصولی رو تولید میکنی توی شرکتت، این محصول رو تجاریش میکنی، وارد بازار میشه و در حقیقت به جای اینکه فقط تمرکزت روی این باشه که بیای و این محصوله رو بفروشی به تنهایی، میای به واسطه پروداکت های جانبی که مکمل اون محصول هستن و تولید میکنی و ارائهشون میکنی اتمسفر و شرایطی رو ایجاد میکنی که مخاطب و مشتریت به واسطه اینکه اون پروداکت جانبی فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیزه دلش میخواد که پروداکت اصلیت هم بخره، یعنی هم اصلیه رو دلش میخواد بخره و همین جانبی ها رو بخره که بتونه اون کاره رو مثلا انجام بده.
یه مثال فوق‌العاده جذابش توی این کاتگوری دوربینای ورزشی هستند که چند سال اخیر خیلی ترند شدن، مخصوصا دوربین گوپرو که خب پرچمدار این حوزه هست و حالا تو سالهای اخیر برندهای دیگه مثل اینستا 360 و دی جی آی و غیره هم اومدن وارد بازی شدن، ولی شروع این ماجرا با گوپرو بوده یه جورایی و این حالا نوآوری توی گوپرو خیلی مشهود و جذاب و جالبه. گوپرو خب دوربینای ورزشی رو هر سال معرفی میکنه و یه دوربین پرچمدار فوق‌العاده داره که حالا گوپرو مثلا هیرو هست، هیرو 10 11 12، حالا امسالم ورژن جدیدترش میاد و فقط به فروش این گوپرو به تنهایی اکتفا نکرده، یعنی اومده یک سری اکسسوری های جانبی رو براش خلق کرده، براش ساخته که اون کاستومری که داره، اون مشتری که داره هوس کنه که با این گوپرو بیاد و این کارا رو هم انجام بده و مجبور اون اکسسوری رو بخره. چطوری؟ مثلا یه دوچرخه سواری رو شما تصور بکنید که دوست داره هر روز که دوچرخه سواری میکنه بیاد و از مسیرش با زاویه دید مثلا پی او وی در حقیقت بیاد و از نمایی که مثلا خودش داره رانندگی میکنه دوربین یه جوری مثلا روی سرش فیکس بشه که نمای فرمون و نحوه روندن دوچرخه و مسیر و جاده رو بیاد و کپچر بکنه. خب گوپرو اومده برای این یه سری مانت هایی رو حالا یه سری نگهدارنده هایی رو در حقیقت تولید کرده که میاد مثلا روی کلاه ایمنی دوچرخه سوارا قرار میگیره، یا اومده یه مانتی رو ایجاد کرده که به صورت هدبنده و به صورت هدبند شما میتونی ازش استفاده بکنی. مثلا اینایی که حالا میپرن پایین از یه ارتفاعی میتونن ازش استفاده بکنن، یا یه مانتایی رو درست کرده که مثلا میذاری توی دهنت، نمیدونم روی قفسه سینه بسته میشه و کلی از این اکسسوریای جانبی جذاب و جالب، یا یه کیسی براش درست کرده که یه نور و لایت به خصوصی مثلا روش میاد فیکس میشه و توی نور خیلی کم هم شما میتونی توی شبم فیلم برداری با کیفیتی داشته باشی و روی اینها پلن های مارکتینگی خیلی فوق العاده جذابی رو پیاده سازی میکنه. مثلا توی فیلم هایی که میسازه یه عالمه صحنه های اکشن و ورزشی و چیزای اینچینی رو به نمایش میذاره توی رسانه هایی که داره و تبلیغاتی که میده و در حقیقت این دوربینه خب محوریت اصلی هست دیگه، یعنی این تصاویر به واسطه دوربینه کپچر شده، ولی به خاطر اینکه شما بتونید چنین صحنه‌ای رو ثبت بکنی لازمش داشتن اون اکسسوریه هست و حتی اومده این اکسسوری‌ها رو در قالب یک کیت هم ارائه کرده، مثلا کیت ورزشی، نمیدونم کیت دوچرخه سواری، کیت کوهنوردی، نمیدونم یه اسمای حالا اینجوری هم بهش میده که جذابش بکنه، مونوپادای اختصاصی خودشو داره. به هر جهت میخوام بگم که یعنی اومده پیرامون محوریت اصلی شرکتش که اون محصول اون دوربین اکشن کامرا هست اونو گذاشته مرکز و با حالا شاخه ها و انشاباتی که داده این دوربین رو سعی کرده که برای کارکردهای مختلفی قابل استفادهش بکنه. یعنی یه دوچرخه سوار، یه موتور سوار، یه راننده رالی، نمیدونم یه دونده، یه کسی که از بالای مثلا هلیکوپتر با چتر میخواد بپره پایین، همه این افراد میتونن که از این دوربینه استفاده کنن چون اون اکسسوری و اون مانت مثلا حالا اسپسیفیک برای اون کار رو هم ارائه کرده، اون نگهدارنده اختصاصی برای اون کار رو هم ارائه کرده و همین سبب میشه که افرادی که مثلا به صورت حرفه‌ای دارن اون ورزش و اون کار رو انجام میدن دلشون بخواد که برن گوپرو بخرن و گوپرو رو که میخرن این اکسسوریاش هم خب برند خودش جذاب با کیفیت اینا رو هم بخرن و ازش استفاده بکنن برای ثبت تصاویر فوق العاده جذاب و اکسسوریاش هم خیلی ارزون قیمت نیستش، نسبتا قیمتش حالا قابل توجه، نه خیلی پایینه نه خیلی بالا، قیمت معقولی داره دیگه و در حقیقت همین باعث میشه که خب افراد زیادی بخوان این محصول رو تهیه بکنن و فروش بسیار خوبی هم گوپرو داشته. حالا این استراتژی رو شرکت‌های مختلفی انجامش میدن، مثلا در مورد اپل هم شما ممکنه ببینی که این تا حدی صدق میکنه. مثلا شما آیپد رو که میخری، آیپد پروداکت اصلیت هست، یه اپل پنسلی هم کنارش در حقیقت ارائه میشه و چون اپلیکیشن های فوق العاده جذاب و فوق العاده قدرتمندی برای آیپد مثل پروکرییت و چیزای از این دست وجود داره که نقاشی دیجیتال رو شما به حرفه‌ای ترین شکل میتونی باش انجام بدی، خب دلت میخواد که بری اپل پنسلش هم بخری و این نقاشیه رو برای تفریح هم که شده انجام بدی، یا اون ماجیک کیبوردی که داره.
و به صورت کلی اکوسیستمی رو دارن خلق میکنن و این اکوسیستم سبب میشه که اون حالا مخاطب و مشتری شما فقط به خرید یه دونه محصول شما اکتفا نکنه. یعنی یه دونه رو که خرید به واسطه کانکشنی که بین محصولات ایجاد میشه تو رو توی اکوسیستم خودش نگه میداره و همینجوری سود پشت سود و نهایتاً اون شرکت داره همینطوری رشد پیدا میکنه. اما توی پژوهش ما چطور میتونیم این استراتژی رو داشته باشیم به عنوان حالا یک فردی که ساینتیسته، به عنوان یک فردی که کار علمی داره انجام میده، ما چطوری میتونیم از این استراتژی استفاده بکنیم؟ خیلی خیلی ساده و دقیقاً مثل همین چیزی که خدمتتون گفتم. شما توی پژوهش وارد یه فیلد به خصوصی میشی و سعی میکنی که در ابتدا توی اون فیلد فوق‌العاده قوی بشی و یک مسیر کاری استاندارد و ستاپ شده برای خودت رو قلقش رو به دست بیاری و کامل بهش مسلط بشی و بدونی که پروژه هایی توی اون کتگوری چطوری داره انجام میشه و بعد سعی میکنی که این رو بستش بدی. پژوهشگرای زیادی مثلا تو حوزه با اینفورماتیک بخوام براتون مثال بزنم، خب ما به عنوان ریسرچر، به عنوان ساینتیست خیلی برامون جذابه که کارها و ریسرچ هایی که انجام میدیم و پیپرش چاپ میشه اینا دیده بشه، سایتیشن دریافت بکنه و این سایتیشن خب به ما کردیت میده. به دنبال این کردیتی گرفتیم پروموشن شغلی میگیریم، میتونیم وارد مرکز بهتر بشیم، میتونیم فاندای خیلی خوب بگیریم. پژوهشگرایی مثلا توی فیلد با اینفورماتیک بخوام براتون مثال بزنم، میان و مثلا یه سافتور بزرگ رو میسازن و در حقیقت این سافتور میشه مرجع اصلی و اون حالا بستر اصلی معادل همون دوربین گوپرو رو شما تصور بکنید. بعد برای این سافتور به مرور طی پژوهشایی که انجام میدن هی پلاگین‌های مختلف، قابلیت‌های مختلفی رو ارائه میکنن. ممکنه که حالا بعضیاشون هم مثلا این بستر رو به شکل اوپن سورس در اختیار همه قرار بدن که همه بتونن در توسعه اون حالا بستره و قابلیتاش نقش داشته باشن. اینطوری خب هم خیلی معروفتر میشه اون بستر و اون فیلد و اون ابزار و همین که به واسطه این که بقیه دارن توی اون اکوسیستم و توی اون اتمسفر کار میکنن اون بستر اصلیشون هم رشد پیدا میکنه. مثلا خب یه سافتوری ما داریم به اسم سایتو اسکیپ، توی مطالعات مرتبط با شبکه و سیستمز بیولوژی استفاده میشه. خب این رو یه تیمی اومدن دیولپش کردن، یه چند تا پلاگین و قابلیت برای انجام کارهای مختلف توی در حقیقت اون سافتور و شبکه‌های مختلف ارائه کردن. شما این سافتور رو که نصب می‌کنی هی به مرور مثلا افراد مختلف هم ممکنه براش پلاگین بنویسن، تولید کنن و آپلود کنن توی وبسایت شما، نصب کنی و قابلیت‌های جدیدی در اختیارت قرار بگیره. خب به واسطه این که مثلا میتونی برفرض یه مصورسازی خوشگلی با گراف یا شبکت انجام بدی، میری سایتو اسکیپ و اون پلاگین رو نصب میکنی. خب توی مقالات وقتی مینویسی که من از این پلاگین استفاده کردم، دیگه کنارش هم مینویسی از سایتو اسکیپ استفاده کردم، پس یه سایتیشن هم باید به سایتو اسکیپ بدی. یا مثلا یه وبسایتی رو میسازی برای انجام یه تسک به خصوصیه و در حقیقت این وبسایت میشه مرجع اصلیت، افراد میان و توی این وبسایت کار میکنن، حالا هی قابلیت بهش اضافه میکنی. مثلا یه وبسایتی داریم به اسم اینریچ آر که توی اینریچ آر شما میتونی به واسطه یه لیست ژنی که بهش میدی بهت بگه که این ژن‌ها مثلا توی چه مسیرهایی هستن، توی چه فانکشن‌های مولکولی هستن، توی چه کامپوننت‌های سلولی هستن و این داره هی قابلیتاش رو زیادتر میکنه و به شما اجازه میده که سال به سال داره هی قابلیت‌های این وبسایت اضافه میشه و برای هر قابلیتش هم خب پیپرهای جدیدتری ممکنه تولید بشه و همین جوری هی داره مخاطبش رو نگه میداره و به واسطه ارائه آپدیت‌های جدید سبب میشه که اون حالا پورتفولیوی پژوهشی و کارش هم بیشتر دیده بشه. به این شکل شما تو دنیای پژوهش هم میتونی برای خودت یک هسته‌ای رو بکاری و متناسب با اون هسته پیش بری و رزومت رو تقویت کنی. حالا اگه خواسته باشم تجربه خودم رو بگم که چطوری داشتم توی چند سال گذشته این کار انجام میدادم و خیلی توجهی به این نداشتم که دارم مثلا بر اساس یه استراتژی که مرسوم هست پیش میرم. اینطوری که خب من 6-7 سال پیش وارد فیلد سیستمز بیولوژی شدم و دیگه خیلی متمرکز از یه جایی به بعد درش فعالیت کردم و پله پله اومدم جلو، چند تا پروژه کار کردم، پیپراشو چاپ کردم و از یه جایی به بعد گفتم که خب نمیخوام همینجوری پیپر چاپ بکنم، دوست دارم پروژه‌ای که مثلا تولید میکنم و منتشر میشه پروژه‌ای باشه که
فقط یه مقاله ازش چاپ نشده باشه، پروژه‌ای باشه که دردی رو دوا بکنه. یعنی ایدئولوژیم این شد کلا، مثل خیلی‌ها که با اینفورماتیک و کارخونه تولید مقاله میبینن، خیلی دوست ندارم اینطوری بهش نگاه بکنم. اومدم جلو، سعی کردم انواع آنالیزهای مختلف رو یاد بگیرم. توی مثلا بستر آر خیلی از این کارا انجام میشه. سعی کردم انواع پکیج‌های مختلف توی آر برای آنالیزهای تخصصی توی سیستمز بیولوژی رو یاد بگیرم، هندل کردن اومیکس دیتاهای مختلف، از مثلا RNA سیکوئنسینگ و غیره گرفته تا رسیدن به تکنولوژی جدیدتر مثل سینگل سل اومیکس، حتی تلفیق این فیلد با ماشین لرنینگ که فوق العاده کار جذابی میشه انجام داد. و محوریت اصلیه اون کانسپت سیستمز بیولوژی هست برای کارهایی که دارم انجام میدم، و از دلش داره شاخ و برگ هایی به وجود میاد و فیلدهای جانبی که مرتبط با همون هست و به هم پیوسته هستن و سبب میشه که حالا پروژه هایی که کار کردیم و حالا پیپرهای جدیدی که قرار هست منتشر بشه به واسطه کاری که این مدت انجام دادیم خیلی به همدیگه مرتبط هستن. و زمانی که خب این چندین و چند مقاله بخواد منتشر بشه و چاپ بشه توی ماهای آینده، خب این رزومه من رو خیلی سعی میکنه که یک دست‌تر بشه به سمت همون تخصص سیستمز بیولوژی و استفاده از حالا تکنولوژی جدیدی مثل ماشین لرنینگ و مواردی از این دست. و به همین شکل باعث میشه که این برند پژوهشیه توی فیلدی که حالا هم بهش علاقه دارم و هم چند سال دارم کار میکنم، این برنده ساخته بشه و چند سوای دیگه اگر مثلا کسی خواسته باشه سیستمز بیولوژی کار بکنه و حالا پروژه‌ای مرتبط با این حوزه باشه، خب بدون اثر نخواهد بود دیگه. اینکه شما متمرکز اومدی کار کردی، پروژه‌های مختلفی که به هم دیگه مرتبطن و در حقیقت از شما یک برند میتونه بسازه توی اون فیلد. یعنی هدفم رو و مسیرم رو کلا توی این کاتگوری گذاشتم و دارم پیش میرم و قابلیت تلفیق شدن با شاخه‌های بسیار جذاب و زیادی رو داره و همین میتونه این مسیر جذاب رو برای سالیان سال برای من حالا باز نگه داره و بتونم کارهای مختلفی درش انجام بدم. افراد خیلی زیادی هستن، مثلا شما ممکنه که یک فردی رو ببینید که توی فیلد سلولای بنیادی داره اینجوری کار میکنه، یک فردی رو ببینید که توی مثلا مهندسی پروتئین داره این کار انجام میده و حالا فیلدهای متنوع و متفاوتی که وجود دارن. خیلی ها توی پژوهش اینطوریند که به مثلا پروژه‌های مختلف نمیگن. یعنی من خودم خب سالهای پیش اینطوری بودم دیگه، حالا تو اوایل ارشد و قبل ارشد خیلی این در این بود که هر کی مثلا بهم پیشنهاد میداد خیلی نظرم جلب میشد، دوست داشتم برم تو اون فیلد کار کنم. یه مدت فیلد مثلا اپتامر کار میکردم، یه مدت نمیدونم لترال فلو اسای کار میکردم، یه مدت مقاومت آنتیبیوتیکی بود، یه مدت پروبیوتیک بود، یه مدت واکسن بود و کلی فیلدهای مختلف پژوهشی که هی سرکی درشون میکشیدم. و خب همین باعث شده بود که تو هر فیلدی یه سرکی کشیده باشم، ولی اون تخصص با اون عمق اساسی که به عنوان یه ساینتیست باید حالا به دست بیارم اون اتفاق نیفته. و این واقعا یک معضلیه که جامعه پژوهشی ما خیلی باهاش مواجه هست که به پژوهش نمیگه، به پروژه آماده نمیگه. یعنی مثلا بچه‌ها الان لطف دارن به من میگن که آقا ما یه مقاله‌ای داریم، یه پروژه‌ای داریم، بیا اینقدر شو بهمون کمک بده، اینجاشو فلان کن، اسمتو میذاریم تو مقاله. تقریبا 100% مواقع میگم نه، چون که دوست دارم توی اون پروژه‌ای که دارم کار میکنم اولا که از ابتدا درش بوده باشم و دو یه نقش موثری داشته باشم، نه اینکه فقط چون یه کاری انجام دادم بخواد اسمم توی اون مقاله باشه همینطوری. در حقیقت مگه اینکه خیلی پروژه جذابی باشه و اون بخش کار واقعا وابسته باشه به مهارتی که من دارم و میتونه اون مهارت اثرگذار باشه، نه اینکه فقط همینجوری بخواد اسمم توی یه مقاله‌ای باشه. به هر جهت میخوام بگم که شما چه توی کارتون چه توی پژوهشتون اگر از این استراتژی پیروی بکنید و یک فیلدی رو برای خودتون در حقیقت انتخاب بکنید و اون فیلد رو به عنوان پایه یک چارچوبی رو ازش بسازید که این چارچوبه بشه محصول شما، یعنی یه پروتکلی متدولوژی میشه محصولی که شما بهش مسلطی و داری پرزنتش میکنی. حالا اکسسوریای این محصول شما میشه تلفیق کردن اون پروتکل و مسیر با کارهای جانبی و متفاوت و متنوعی که میتونی انجام بدی، نه اینکه مثلا توی اون فیلد که مسلط شدی و کار کردی همزمان بری توی فیلد دیگه‌ای که اصلا هیچ ربط مستقیمی هم بهش نداره و به این راحتی نمیشه باش کانکشن برقرار کرد. و این خیلی نکته‌ایه که باید بهش توجه داشته باشید، مخصوصا اگه ریسرچری هستید که ابتدای راهه. حالا اگرم ریسرچری هستید که سالها دارید کار میکنید، ببینید که آیا واقعا این کارا رو کردید یا اینکه نه هر بار پروژه‌ای که کار کردید شکل و شمایلش عوض شده. چون که اگر خواسته باشید
به هر جهت توی دنیای پژوهش دووم بیارید و لیبل پژوهشی از خودتون بسازید و یک کردیت و اعتباری رو خلق بکنید، این که متخصص توی یه فیلد باشید واقعا خیلی خیلی میتونه اثرگذار باشه و موقعیت‌های خیلی جالبی رو میتونه براتون خلق کنه. مثلا یه نمونه بارزش بخوام بهتون بگم، توی این بحث برند سازی، توی اون کاتگوری به خصوص، توی اصطلاحاً اون نیچه به خصوص، توی اون گوشه به خصوص، بازار محدود و اختصاصی به خصوص، انویدیا هست که خب سالیان سال این اومده روی جی پی یو و در حقیقت پردازشگرایی که برای حالا کارهای هوش مصنوعی میتونن استفاده بشن کار کرده و متمرکز توی این حوزه سعی کرده که بهترین باشه و الان که ما توی چند سال اخیر خب هوش مصنوعی انقدر تبش بالا گرفت و همه دارن میرن سمت این مسئله، به قولی انویدیا داره با فروش اون سخت افزارها به کمپانی ها و غول‌های بزرگ این حوزه یه ارزش فوق‌العاده‌ای رو خلق میکنه و چه رشد بی‌نظیری رو تجربه کرد توی چند سال اخیر. و مثال بارزش نمونه اینه که میگن زمانی که همه دنبال پیدا کردن طلا هستن تو بیا و بیل بفروش، این همونه دیگه. یعنی همه دنبال اینن که یه مدل هوش مصنوعی خفن دیولپ بکنن که یه کاری رو بیاد و انجام بده. انویدیا داره اون سخت افزار و زیرساخت لازم رو برای این شرکت ها تامین میکنه و احتمال این که خیلی از استارتاپ ها و شرکت هایی که رفتن از انویدیا مثلا سخت افزار خریدن و میخوان هوش مصنوعی کار کنن، احتمال این که اون استارتاپ و شرکتشون و اون پروژهشون شکست بخوره به مراتب خیلی بیشتره تا اینکه انویدیا داره مثلا به واسطه مهارتی که چند سالی روش سرمایه گذاری کرده و محصولی که بهش رسیده به واسطه این داره یه سود تضمین شده فوق‌العاده رو به دست میاره. پس میخوام خدمتتون عرض بکنم وقتی توی یه فیلدی سالها وقت میذاری و سالها متمرکز کار میکنی، چه پژوهش چه بیزنس، نتیجهش این میشه که افراد مختلفی در آینده برای کارهاشون به شما نیاز خواهند داشت و به مهارت شما و به دانش شما نیاز خواهند داشت و شما میشی در نقش همون فروشنده بیلی که اشاره کردم. حالا شاید مثال خیلی آکادمیک هم نباشه اینجا، مثال تجاری و بیزنسی هست، ولی به هر جهت واقعیت دیگه. یعنی شما یه مهارتی رو داری که این مهارتت میتونه به خیلی‌ها کمک بکنه و کسی هم مثل شما نیست که اون مهارت رو داشته باشه و اینجا شما میتونی که یه ارزش فوق‌العاده خلق بکنی و سود بسیار خوبی رو هم به دست بیاری، هم توی کارت هم توی پژوهشت. و توی پژوهش و ساینس اگه بخوای بمونی که خب میتونی موقعیت کاری و شغلی و فاندای خیلی خوبی رو به دست بیاری. تجاری هم اگه داری کار میکنی که خب از لحاظ تجاری وضعیتت میتونه خیلی خیلی رو به رشد و جذاب بشه. این بود حالا نکاتی که در مورد این استراتژی دوست داشتم باهاتون در میون بذارم. و وقتی که بهش نگاه میکنیم خیلی ساده هست، یعنی سالها بهمون گفتن آقا متمرکز کار کن متمرکز کار کن، ولی شاید بهش توجهی نداشتیم. و البته این نکته رو بگم، چیزی که من اشاره کردم این بود که فراموش نکنید شما یک محصولی رو به عنوان محصول مرجع و اصلیت داری میسازی و ارائه میدی، در کنار این محصولت داری اکسسوری پرزنت میکنی. خب مثلا گوپرو وقتی داریم میگیم یه دونه 2 تا دوربین فوق‌العاده داره، تمرکزش هر سال روی این 1-2 تا دوربینه هست، نمیاد سالی 20 تا دوربین پرزنت بکنه. خب یعنی یه دوربین فوق‌العاده رو پرزنت کرده و به دنبالش اومده اکسسوری هایی رو ارائه کرده که میتونی از این دوربینه جاهای مختلفی استفاده کنی. پس یادت نره که شما وقتی داری متمرکز کار میکنی، اون فریم ورک و اون مسیر اصلی که بهت گفتم، اون مسیره باید مرجع شما بشه و سعی بکنی که با خلاقیت ها و نوآوری هایی که به خرج میدین اکسسوری ها رو بیای و اطراف اون محوریت اصلی پژوهشت ایجاد بکنی که سبب بشه روز به روز شما در اون فیلد شناخته شده تر بشی و کارهای جذابی رو پرزنت بکنی. امیدوارم که صبور باشید، یک شبه نمیشه موفق شد و من یه موقعی بود که خیلی هیجان داشتم که تون مقاله بدم، تون پروژه های عجیب و غریب و زیادی رو کار بکنم و تو هم فیلد سیستمز بیولوژی 40-50 تا پروژه مختلف کار کردم که بیشتر به قصد این بوده که دانش و مهارت خودم زیاد بکنم. یعنی نیومدم همش رو مقاله بکنم، فایده نداره مقالاتی که همین جوری بخواد تولید بشه. صبور باشید، واقعا صبور باشید. هیجان شما رو در ابتدای پژوهش درک میکنم. به عنوان کسی که بیشتر از 10 دهه است توی این بازی پژوهش هستم و سالیان سال شکست خوردم، واقعا دارم بهتون میگم اگه صبور باشید و اگر
مثلا سالی 1 دونه 2 تا مقاله بدید ولی با کیفیت باشه، واقعا اثری که توی کار و زندگی شما میذاره خیلی خیلی بیشتر از 10 تا مقاله هست که هیچ فایده‌ای قرار نیستش که برای شما داشته باشه. متمرکز کار بکنید، استراتژی داشته باشید. این یه استراتژی بود، حالا قرار نیست همه اینجوری پیش برن. هر کسی بسته به هدفی که داره میتونه با استراتژی مختلفی در مسیر ساینس و تجارت پیش بره. مهم اینه که نتیجه بگیرید که این نتیجه گرفتن لازمش داشتن صبوریه. مرسی که تا اینجا با من بودید و اگر که این پادکست و این اپیزود رو دوست داشتید ممنون میشم نظرتون رو برام بنویسید، لایک بکنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و امیدوارم که اپیزودهای بعدی رو خیلی خیلی زودتر منتشر بکنم و این مسیر رو ادامه دار با هم پیش ببریم. موفق باشید و تا اپیزود بعدی، بدرود.